ویلیام آزلر اونو گفت، من اینو گفتم. حالا اینو خواستم، چرا سوال اینه چرا انسان باید مخالفه اون داره میگم، اونم درسته، یعنی این الان موافق این داره میگم، در این جهت دارم میگم چرا انسان باید نه اینه کمتر دستور بده و بیشتر محتاج و اشتیاق دستور گرفتن باشه. یعنی چرا دستور دادن از نظر حجمی علمه و دستور گرفتن توجهه؟ چرا؟ سوال دیگه. این طبیعیه. چرا این طبیعیه؟ من از مرز طبیعی خارج بشم بدبخت میشم. حالا نمیفهمم طبیعی چیه، از مرز خارج میشم و بیشتر دوست دارم دستور بدم، کمتر میگم آقا دستور نده، اعصاب من خورد میشه، از دوست ندارم به من کسی دستور بده. این همه میگن، تو نمیگی؟ روزی چند بار میگی؟ خیلی میگی. یعنی چی؟ خیلی میگی یعنی چی؟ ادب با گفتیم رعایت نکنیم در آموزش، یعنی خیلی نفهمی. یعنی چی؟ یعنی خیلی طبیعی نمیشناسی. یعنی اصلا وقتی طبیعی نمیشناسی اصلا طبیعی نیستی. یعنی این که خیلی میگی خیلی غلط میگی و آدم نمیتونه خیلی غلط بگه سعادتمند بشه، نمیشه، از امکان نداره. پس اینه. حالا من میخوام بفهمم، حالا فکر میکنم این درسته دیگه، میخوام بفهمم این درسته. خب حالا تو باید بفهمی چرا آدم باید نیازمند بیشتر به دستور گرفتن باشه تا دستور دادن، اگر بزرگ شده یا بزرگی در این هستن. بله چرا؟ سوال دیگه چرا؟ شما چه جوابی داریم به این بدین؟ نمیدونم که نباید گفت، ولی چرا نباید؟ نمیدونم میتونم نمیدونم نباید بگی، نمیدونم نداره، حتما یه چیزی میدونی یا خجالت میکشی یا داری احترام نگاه میداری که احترام نگاه نمیداری، فکر میکنی داری احترام نگاه میداری، به هر حال یا حوصله نداری. این همه بی‌تربیتی در آموزشه. سوال اینه که چرا آدم باید دوست داشته دستور بگیره؟ بله و آدم دوست داشته باشه دستور بگیره، آدم فهمیده است. تو بخوای فهمیده باشی یا نه؟ خب فهمیده شاید اینه. من خواهم سالم باشم یا ناسالم؟ سالم چیه؟ سالم اینه که فشار من اینقدر باشه، نفس من اینقدر باشه. آیا فشارم سالمه؟ سالمم نه، نفسم باید سالم، اونم باید سالم باشه. تو این قسمت هم باید سالم باشه. اگه یک قسمت ناسالمی نه، مریضی که فشارش پایینه نه سالمه. چرا؟ تب نداره، تبش سالمه، چشمش سالمه، این میبینه اون ناسالمه. پس آدم باید سعی کنه در همه جهت سالم باشه، از جمله در این، در خواستن. در چی؟ خواستن دستور یا دستور دادن، کدوم بیشتر میخواد کمتر میخواد؟ از این میگه آره، از یکی دیگه دستور، از آدم، از خودش به خودش دستور نه. یعنی من به این دستور میدم، اینه میگم حداقل برسه، لازمه ولی حداقل لازم. ولی آدم دوست داره همیشه دستور بده، هیچ وقت دستور نگیره. میگم طبیعی نیست. طبیعی چیه؟ راه سعادت نیست، طبیعی نیست. راه سعادت اینه که هر جزیر لطفاً من دستور بدیم، من دستور بدیم. و شما دیدین همه ما از دستور دادن به ما بعدمون میاد، بیشتر کیف میکنیم دستور بدیم، ولی اگه بفهمیم بیشتر کیف میکنیم دستور بگیریم. از آدم عالم نه نه که به ما دستور بده، اشتیاق دارم به من دستور بدن. یعنی نمیگم اینقدر دستور نده اصلا من برم میخورد. من عاشق دستور دادن به منم، یعنی یکی به من بگه یه چیزی بده وقتی بزرگ شدم. از این ببین خداوند چی میگه به انسان؟ میگه شما از من بخواین، یعنی به من دستور بدین. آقا کسی نمیتونه به خدا دستور بده که یعنی از خدا بخوایم میگه خدایا 10 میلیارد پول به من بده، یعنی واقعا دستور بهش میدیم دیگه و خدا خوشش میاد. این یه دلیله. بله او خدایی که خودش خوشش میاد ما بهش دستور بدیم، نه اینکه نیازمند به دستور ما باشه. بله انسان هم از اون آمد دیگه، حالا یادش رفته، اینو خود در خودش احیا نکرده. ما میخوام در خودمون احیا کنیم باید. حالا چرا؟ حالا ما از خدا رو کار ندارم، خدا رو بذار کنار.
بشری صحبت کنه. اصلا من میخوام بشری صحبت، خدا رو بذار کنم. آقا تو هدفت از این دنیا چیه؟ چرا به دنیا آمدی؟ باز میشه اینو حاشیه، نمیشه حاشیه. این مسئله مهمه نیست واقعا. تو نمیخوای اینو بدونی؟ بله. بگه حاشیه نیست. اینو بیشتر بدونی یا اینو؟ به نظرم اینو بیشتر بدونی اون میاد. اون میاد، ولی اینو بدونی اون نمیاد. این خیلی مهمه. این مقدمه است. مقدمه میشه مهم. دقت کنین چی داشتم میگفتم. تو چرا به دنیا آمدی؟ اگه بهت بگن چرا به دنیا آمدی میگه من نیومدم. حالا اصلا آوردنت، من کار به اون ندارم. من ثابت میکنم تو به دنیا آمدی. دیر یا زود دور سوخت و سوز نداره، ثابت میشه. فیلمشم نشون میدم به التماس کردی، گریه کردی من میخوام برم دنیا. هرچی بهت گفتم نرو، تو بودی من میخوام برم. حالا آمدی. حالا چرا آمدی؟ 1001 دلیل آوردی قبل از آمدن. یه دلیلش آمده اینجا که سرمایه‌دار بشه، بزرگ بشه. نه آمدی دنیا کوچیک بشه که. حالا آوردنت نباید کوچیک بشه که باید بزرگ کنی. از این فرصتی که بهت دادن اجباری تو باید استفاده کنی دیگه. این عقلانی دیگه. این علمی هم هست. بزرگ میخوای. بزرگ بشی یعنی چی؟ مثلا پولدار بشی. مثال پول میزنم چون پول قابل فهم‌تره. مثال پولدار بشی. میگه این بزرگ شد، پول نداشت الان پولدار شد. 10 تومن پول داشت 20 تا بزرگتر شد. 1 میلیارد شد 10 میلیارد بزرگتر شد. درسته؟ بزرگی یکیش اینه دیگه. خب وقتی که به خودت دستور میدی پولدار میشه؟ نه. بله؟ من به خودم دستور بدم مزد باید بگم دیگه. مزد کی باید بده؟ مزد به خودت دستور دادم، به خودم دستور دادم، یه کاری کردم دیگه. پولی کی باید به خودم بدم؟ پول از این جیب در میذارم تو این جیب. به خودم میگم باریکلا. بزرگ نمیگم به خودم باریک. من لازم دارم به این باریکلا البته، ولی من بزرگ نمیکنه. درسته؟ من لازم دارم به نفس، ولی نفس کشیدن من بزرگ نمیکنه. یه کاری همراه نفس باید باشه من بزرگ کنم. ولی تو میگی که به من میگه اینو بگیر بذار اینجا. میگم چرا؟ میگه مثلا نمیگم چرا، میگم چقدر پول به من میدی؟ میگه پول نمیدم، من این کار نمیکنم. میگه پول بهت میدم چقدر؟ 10 تومن. من این کار میکنم چون 10 تومن این کار واسه من ساده. 10 تومن میگم من بزرگ شد. حالا یه ذره بزرگ شد. یکی دیگه همون زمان میگه اینو بذار اینجا، من 10 تومن 20 تومن بهت میدم. میگم من کار این انجام، کار تو انجام نمیدم. یعنی دستور رو دوست دارم، نه یا پول نمیاد. ولی از کی دستور میخوام؟ اگه همزمان میتونم از چند نفر دستور بگیرم، اونی که پول بیشتر میده. اونی که پول بیشتر میده. یکی میگه اینو بیار اینجا بذار، یکی میگه همین اینو بیار اینجا بذار. هر دو یه انرژی داره. این میگه به 10 تومن میدم، این میگه 10 میلیارد میدم. تو هم نیازمندی به پولی. کدوم قبول میکنی؟ اونی که پولی بیشتر میده. اصلا کار نداری که این میخواد اینجا بیاره چیکار میخواد، اون میخواد چیکار کنه. من به پول خودم، به بزرگی خودم نیازمندم. اگه من به خودم دستور بدم این ماژیک اینجاست بیارم اینجا، نه بزرگ شدم نه کوچیک. پس اگه من به خودم و به دیگران دستور بدم شاید اصلا کوچیک بشم. آقا تو این کار بکن، باید بهش پول بدم. حالا اگر سودی نداره اون کار، این کوچیک شدن جبران نمیشه اصلا. کار بیعقلیه. اما هر دستوری از هر کس گرفتم به من پول میدن. من دوست دارم به من دستور بدن. بعد به کی دن؟ به کسی التماس کن به من دستور بدن که مزدشو حتما بده. نه بعض کار مزدت نده. به اون ایمان داشته باش. به اون کارفرما ایمان داشته باش. تنها کارفرمای قابل اعتماد در این هستی اوه. او میگه این کار رو انجام بده، من به این همه میدم. میگه کار چیه؟ میگه اینی که آمد با درد بستان دردش درمان کن. اینی که سر خیابون افتاد لباس نداره بهش لباس بده. این کار منه. کار اون نیست ولی کار اونه. هرچی بخوای بهت میدن. پس بنابراین به هر کس رسیدی، یعنی هر بند خدایی رسیدی، میگه کاری نداری؟ کاری نداری؟ چرا؟ دنبال کاری به. کار میگه کار نیست، کار هست. کار کیه؟ کارفرما کیه؟ اوه. اصلا به اون کار نداری که واسه اون کار نداری میکنه. بله؟ این که لباس نده از اون پول نمیخوای. اگه واسه اون لباس نداره بهش لباس بدی،
هیچ پولت کم میشه اصلا. بله پس می همون کار انجام میدی، میگه مزد اون بده، چون به اون ایمان داری. پس همه چی برمیگرده به ایمان. مزد میده، این کار انجام میدی با اشتیاق. چرا؟ چون به مزد خوب او ایمان داری. دیگه خواب الان خوابم باشی یکی آمد میگه آقا یه چیزی که تو داری زیادم هست، وقته، چیزی که تو داری زیادی هست نمیدونی چیکار کنی، اینه بده، من یه چیزی آرزو تو برآورده میکنم، سری خوابم باشه چی بیا بده. ببین این چیه؟ بسته اون ایمان داره. اگه واقعی باشه بیدار میشی، اصلا به خاطر این نمیخوابی. میگه نکنی یکی بیاد اینجوری شرط بذاره من نباشم و اصلا رقابت میکنی با هم، بله قبول نداری و این تو رو عوض کرد. پس ما سعی کنیم دستور بدیم. وقتی بزرگ شدی به همه بگو کار نداری، مسئله نداری. اگر آدما همه اینجوری باشن، با این ایمان کار کنن، دنیا مشکل داره، مشکل داره. امنیت 100% نیست، اعتماد 100% نیست. هر جا بری جز شادی چیزی دیگه میتونی ببینی. پس اگه ما نداریم، اینه مسئله ما، اینه این فهم نداره. یه فهم کوچیکی بود، اگه 30 ساعت یکی متوجه نمیشه راجع بهش صحبت کنی این فهم درسته، میصرفه. نمیصرفه؟ نه میصرفه یا نمیصرفه؟ ها؟ تو میخوای این همه درس بخونی 7 سال، آیا یه توده پستان بیاد نیاد، ممکن اصلا ما رو قبول نشد نیاد. از این که اصلا همه الان به سر خیابون همینی بخوای کاری نداری انجام بدی، ایمان خیلی مهمه. اون بگه نه ثوابشو بردی. این انقدر واقعا دنیا بی‌حساب کتابه و من سودجو میدونم سود کنم. و اگه به این جور سود و روش سود ایمان داشته باشم، همه مسائل من و دنیا حل میشه. و کاش که اصلا آدم آرزو میکنه همه به این ایمان برسن، حتی دروغ باشه. بله ما محتاجیم این خدا، حتی اگه غیر واقعی باشه. قبول داری؟ حالا که واقعی هست اصلا. بله قبول داری؟ این خدایی که این معرفی کرد غیر واقعیش هم، یعنی غیر واقعی منظور چی؟ یعنی نباشه، دروغ هم باشه، سود داره واسه ما. چه برسه ما قبول داری نداری؟ تمام. اصلا کل مشکلات ما حل میشه. ما باید این ایمان رو برگردیم و کسی نباید راجع به این ایمان حرفی بزنه واقعا خلاف این، یا نادونه یا دشمن ما. بله اصلا من نظرم ثابت کنیم خدا نیست، این خدا نیست نه خدای خلق، این خدا نیست، ثابت کنیم نیست، بدترین جنایت در حق انسان در روی کره زمین کرد. اگر ثابت کنیم این خدا واقعیه، بیشترین خدمت در طول تاریخ این کرد. و اصلا به نظر من ارزش کار پیامبران به خصوص محمد همینه که آمد ثابت کرد این واقعیه. حالا من از رجبازی خودم نمیفهمم، یه بحث دیگه، غفلت میکنم یه بحث دیگه، و یه بحث دیگه بله قبول نداره، کاری مهمتر از این وجود نداره. بعد همه اینا معنا به علم معنا پیدا میکنه، داشتن معنا پیدا میکنه، نداشتن معنا پیدا میکنه، زندگی معنا میکنه، غم معنا پیدا میکنه، غصه معنا پیدا میکنه. بله همه چی میشه نفس و حیات و شادی. قبول داری نداری؟ من نمیدونم چقدر قبول داریم نداری، من نمیدونم، ولی منم میگم قبول ندارم، ولی میگم بدبخت قبول کن. با خودم همیشه میگم باز از اینقدر بدبختم که باز قبول نمیکنم، یعنی حرف خودم قبول نمیکنم، اینقدر ما بدبختیم، یعنی خودم میگم. آره خب این در تمام شد. خب به نام خدا، با عرض سلام. در راستای منشور بررسی مشکلات بر اساس محل
پستان موضوع ما بود یا محل بررسی مشکلاتش بود. ما 3 تا مشکل شایع رو به خصوص در خانوما مطرح کردیم که ممکنه گاهی هم آقایون هم دوچار بشن. یکیش درد بود یا ادعای درد بود، توده بود و ترشو. یه چیزی اختصاصی تر تقریبا در بررسی محل در پستان در آقایون به نام ژنیکوماستی. خب ژنیکوماستی یعنی چی؟ یعنی بزرگی پستان در مردا. همینی که مریض میاد میگه، یه آقایی میاد میگه من پستانم بزرگه، یعنی شک میکنیم به ژنیکوماستی. همین تمام. معیار هم معمولا همین بالینه. اگر علمی تر میخوایم با اندازه‌گیری دقیق تری استفاده کنیم، باید یک بررسی دقیق تر و متر دقیق تری بیاریم که اون میتونه مثلا ماموگرافی باشه، یه تعریف خاص خودش داره، یا بررسی دیگه. عملا در بالین ما از این خیلی استفاده نمیکنیم، از این معیارهای دقیق بگیم مریض ژنیکوماستی داره. معمولا فله‌ای میگیم ژنیکوماستی داره، ببینیم پستانش نسبت به عادی بزرگتره. مریض هم چنین احساسی کرده، دیگران هم همه همینی میگن چرا پستانت بزرگه یا اینجوریه. به همین حد کفایت میکنه ما این موضوع رو بگیم فهمیدیم و تشخیص دادیم. مثلا میگه مریض تب داره، خب دقیق اینی که ترمومتر بذاریم و ببینیم تب داره یا نداره، ولی بعضی وقتا دست میزنیم میگه تب داره ولی واقعش اونه. در اینجا دیگه اون ترمومتر کمتر استفاده میکنیم، ولی اونجا باید حتما استفاده کنیم. اگه گفتی تب داره باید ثبت بشه دقیق اینا. این نیاز به ثبت و ضبط دقیقی هم ممکن نداشته باشه. حالا یکی میگه نه علمی ثبت داره، درست مثلا بحث اینا نیست، اختلاف ما اینا نیست. حالا ژنیکوماستی داره، قبول داری بزرگی پستان در آقایون میگه آره چه اندازه‌ای رو من زیاد راجعش صحبت نمی‌کنم، زیادم لزومم نمیدم راجعش صحبت کنم، چون اصلا بحث ما اینا نیست. بحث ما برخورد با ژنیکوماستی که وجود داره است با هر معیاری که تو میگی، هر معیاری که تو قبول کردی. ها این ژنیکوماستی بس تشخیصش ساده است، تعریفش هم که ساده بود، ها شکش هم که با تشخیصش یکیه. اصلا دیگه این مسائل رفت. پس تعریف، شک، تشخیص با این جمله و با این تفاهمی که با هم کردیم تمام شد و ما هم مخواستیم اینو زودتر تمام کنیم دیگه تمام شد. بعد چی میمونه؟ من با ژنیکوماستی چیکار کنم؟ یعنی مریض نمیاد از من بخواد من ژنیکوماستی دارم، این دغدغه نیست. من شده یا ندارم، این دغدغه نیست. ما بررسی دغدغه هاست. به همین خاطر این موضوع رو با همین تعریف و تفاهم حل کردیم. شک و تشخیص درمان همه رو ریختیم تو یه گونی درش وصل تمام هست. ما چیکار کنیم؟ این دغدغه مریض است. حالا اگه این دغدغه درست باشه که ما با همین چشم تایید کردیم، گاهی وقتا خیلی ممکنه با حساب کتاب میخوام زندگی کنیم، بررسی های دقیق تر انجام بدیم که گفتم حساب کتاب بلدیم، با حساب کتاب زندگی نمی کنیم چون توش لذت و شادابی نیست و گذشت و ایثار و فله‌ای نیست. ما حالا اگه بودم تشخیص دادیم ژنیکوماستی تایید کردیم، از هر روشی معیار تو هست. حالا من با این چیکار کنم؟ اینو میخوام بگم. ببین ژنیکوماستی تا دیدیم اول چی باید بدونیم؟ میخوام باش هدف چیه از این که بیای اینجا بشنوی ژنیکوماستی رو چیکار کنیم؟ میخوای درست باش برخورد کنیم. اگه ما خواستیم نادرست باش برخورد کنیم چرا دانشگاه اومدیم؟ ما قبل از دانشگاه نادرست برخورد میکردیم دیگه. ها؟ هر برخوردی اگه درست باشه همون دانشگاه هر برخورد قبل از دانشگاه هر برخوردی کردیم درسته دیگه. تو تز دیدین که همه برخوردها هر جا من بکنم هر غلطی بکنم درسته. خب درسته دانشگاه نمیخواد که. برخورد مناسب این مریض چیه؟ اینو من نمیدونم واقعا. وگرنه هر برخوردی میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه. درست و نادرست بودن بسته به جا مکانی که اون برخورد کردی است. مریض ما چه برخورد؟ از این لحاظ ژنیکوماستی یه علامته. ببین برخورد با مشکلات که ما میفهمیم یا دوست نداریم، یعنی ما پیدا میکنیم، میخوایم باش یه چیزی که پیدا کردیم، حالا چی شد، چی باعث شد من اینو پیدا کنم، چی باعث شد ابر باد و ماه و فلک و خورشید و ملک همه دست به دست هم دارم تا اینو من پیدا کنم.
چرا این ابر و باد رو بگو ابر و باد و خورشید و ملک و ملک و همه دست و دست هم دارن تو اینو پیدا کنی ها چرا گفتن همه دوستان تو بزرگ بشه آله اینو به نشون دادن باعث شدن تو اینو ببینی تا تو با این درست برخورد کنی بزرگ بشی پس من همیشه در حال پیدا کردنم من در حال پیدا کردن هستم درسته؟ نه درست نیست نه ابر و باد و ملک و فلک و ملک به من کمک میکنن من پیدا کنم نه کمک نمیکنن اصلا به من نشون میدن کمک یعنی که من دارم یه کاری میکنم به من نشون میدن اصلا اینم نیست به من نشون میدن یعنی رو سر راه من قرار میدن چرا؟ چون هدفش اینه که منو بزرگ کنن بزرگ شدن یه راه داره یه راهش اینه که من باید یه چیزی پیدا کنم با یه فرمول داره باش درست برخورد کنم بزرگ بشم باش بد برخورد کردم یعنی درست برخورد نکردم درست برخورد نکردن یکیش که اصلا هیچ برخورد نکنم درست برخورد کردن بعضی وقتا یکیش اینه که اصلا هیچ برخورد نکنم پس هیچ برخورد نکردن میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه جایش باید مناسب باشه من از کجا به اون چه برخوردی در این مریض مناسبه و بزرگ بشم من میخوام بزرگ بشم حالا میگه ابر و باد و معافای خلی کجا بود که من ژنیکوماستی ببینم من آمدم دانشگاه درس خوندم استاد شدم معرفی مدرک گرفتم همه من مدرک تابلو زدم اینا همه شب روز آمد زمان گذشت خورشید ملک فلک همه حرکت کردن اینا رو یاد دادن تا من تابلو بزنم بعد من تابلو زدم پزشک اون ژنیکوماستی بده برو پزشک از همه اینا راه طولانی آمده که اینو ببینی و اونا همه کمک کردن تو همینی ببینی پس این ابر و باد معافای خورشید ملک دخالت در کار من در کمک من همه دستور داشتن این کار بکنن حالا از این کار به این ندارم من میخوام با این برخورد درست بشم اصلا خودم تلاش کردم ژنیکوماستی پیدا کردم اصلا ما کار به اینا نداریم که حالا اونجا بحث دیگریه حالا این ژنیکوماستی که من اختیار دارم خوب برخورد کنم بد برخورد کنم خوب یعنی چی علمی چی بر علم میگه که اگه چیزی پیدا کردی که الان پیدا کردی میخوای باهاش درست برخورد کنی اول باید ببینی اون چیز چیه اون چیز چیه یک دو باید بدونی اون چیز چی نیست تا این دوتا رو نفهمیدی نمیتونی درست برخورد کنی این مقدمه میگه این حاشیه نه این حاشیه نیست این کل متنه یعنی کل موضوعات در این حاشیه قرار داره حاشیه امن این حاشیه نیست حاشیه امنیت اینو بدونی شما هر چیزی در هستی پیدا کنی به ویژه حالا من هستی رو میزنم پزشکی حالا ما هستیمون پزشکی کردنه هر چیزی در پزشکی پیدا میکنیم متوجه چی میخوام کجا پیدا میکنی تو شین کجا پیدا میکنی تو میم کجا پیدا میکنی تو آزمایشگاه کجا پیدا میکنی تو ماموگرافی کجا پیدا تو سی تی اسکن تو کلینیک این چیزی که پیدا کردی یعنی چی یعنی یه چیزی نداشتی پیدا کردی چون چیزی که داری که پیدا نکردی که ما اونا رو صحبت نمیکنم ما فشار نرمال داریم نمیگیم فشار نرمال پیدا کردیم فشار بالا میگیم فشار بالا پیدا کردیم ما سردرد نداریم وقتی سردرد میگیم سردرد پیدا کردیم باز این پیدا کردن همه پیدا کردن هدفشون یکی من میخوام اختیار خودم منو با اختیارم چک کنن که من از اختیار چجوری استفاده میکنم بله پس هر چیزی پیدا کردم با این نیت آمد که من اختیارم چک کنم و بزرگ بشم اگه خواستم بدبخت بشم اختیار دارم بدبختم بشم بس فرصت دارم این باید بدونی این چی هست چی نیست هر چیزی در پزشکی تو پیدا کردی اصلا با فضولی پیدا کردی یا با بیخیالی نه با علم پیدا کردی با روش طبیعی پیدا کردی اصلا کاری نداریم با اونا کار نداریم الان کار داریم الان کار نداریم این چیزی که پیدا کردی بنویسین این چیز که ژنیکوماستیه حالا تو پزشکی تب لوکوسیدوز کانسر سرطان هر چیز درد بد اخلاقی خوش اخلاقی هر چیزی پیدا کردی خنده زیاده خنده کم هر چیزی که پیدا کردی این چیز در پزشکی 3 چیزه جنس 3 چیزه چند چیزه؟ 3 چیز یا این چیز
همیشه علامته، همیشه علامت. مثال بزن مثل چی؟ مثل تب. تب همیشه علامت، بیماری نیست، یعنی نشانه است. مثل لوکوسیدوس، مثل هوای آزاد زیر دیافراگم، مثل سردرد، مثل افت فشار، مثل نفس تنگی، مثل بیخوابی، از هر چی فکر میکنی همیشه علامت. و من این چیزی پیدا کردم باید این توانایی داشته باشم بگم این علامت هست یا نیست. اگه چنین توانایی ندارم نباید با این برخورد کنم، اول باید این توانایی پیدا کنم. اگر این توانایی نشو برخورد کنم، برخوردم شانسیه. برخورد شانسی یعنی نظر علم شانسی ایجاد کردی، ارزشمند نیست واسه عالم. شانس اصلا شانس مزخرفه، شانس مال جاهله. اگه افتخاری باشه نمیگن شانسی درست گفت دست بزنی، دست دادن نداره، هستی دست نمیزن، هیچ کس دست نمیزن. منظورش یا همیشه بیماریه، این چیزی بوده همیشه بیماری. میگه من نمیتونم بگم که کدومه، برو اول بفهم، برخورد نکن، چون برخورد به واسطه به اینه. الان میگم چه اختلاف. چرا؟ چون علامت باشه حق درمان نداری، باید علت رو بفهمی، یعنی بیماریش چیه، بعد بیماری درمان کنی. علامت درمانی محدوده، مجوز استثنایی باید پیدا کنی، سخته که علامت درمانی کنی. باز علامت درمانی درمان نیست، میگه موقتا علامت درمانی میگه که مریض نمیره علت بفهمی. مثلا بچه تب داره 43 درجه تشنج میکنه، میگه یه ذره پاشویه بده که این تشنج نکنه تو بفهمی چه مرگشه. ولی اگه 37 داره اصلا علامت درمانی ممنوعه، میگه این مسئله داره که بدن داره دفاع میکنه، تو دفاع داره نابود میکنی. پس علامت درمانی خطرناکه بعضی وقتا، گاهی وقت مجوز داریم. اگر علامت درمانی بخوام بعد از تشخیص درمان، قبل از درمان جزء استثناءات فوق العاده است که علم مجوز رسمی باید بگیری، بهت میده، اندیکاسیونش مشخص، اون یاد میگیری، میشه عالم. اگه بیماری باشه باید درمان کنی، حق درمان داری. حالا حالت سوم چیه؟ حالت سوم اینه که بعضی از چیزایی که پیدا کردی، همون بعضی، مثلا این همیشه علامت، این همیشه بیماریه، مثلا بقیه هم یا اینن یا این، ولی این بعضی وقتا اینه، بعضی وقتا اینه. یعنی میتونه یه چیزی پیدا کنی گاهی اوقات علامت باشه، گاهی اوقات بیماری. میگه اینو من میفهمم، درست میفهمی دیگه؟ یعنی میفهمی یعنی چی؟ میتونی مثال بزنی. اینو میفهمی یعنی چی؟ میتونی مثال. اینو نمیفهم، اینو میفهمی؟ اینو نمیفهمی، ولی نمیفهم. میگه من مثال میزنم. میگه چیه؟ علمت میگه امروز بحث من این نیست چیزایی پیدا کردیم چجوری بفهمیم، یه بحث دیگری، یه موضوع دیگری، یه جای دیگه باید صحبت بشه، باید هم صحبت بشه، از حاشیه نیست متن. چون هر صحبت خوب حاشیهش خوبه، هر صحبت بد حاشیهش بده. اگر این واسط خوبه اینم خوبه، اگر این میگه خوب اینم خوب اصلا نفهمیدی، اون خوبم نفهمیدی. خیلی مهمه. حاشیه خوب خوبه، حاشیه بد بده. حاشیه خوب کجا؟ تو خوب است. مثل پپتیگورسر. پپتیگورسر گاهی اوقات علامته، گاهی اوقات علامت، گاهی اوقات بیماریه، خودش بیماری. اگه بیماری باشه باید چیکار کنی؟ خودش درمان کنی. اگه علامت باشه خودش باید درمان کنی. اگه خودش درمان کنی مثل پاشویه است، باید علت رو بفهمی. بله؟ تا علت پیدا نکردی، حتی علت میدونی چیه ولی باید پیدا کنی، ثابت کن. میگه من از کجا بفهمم این پپتیگورسر مثلا کجا شک کنم که بیماری نیست یا کجا شک کنم که علامته؟ میگه در این صورت شک کن. مثلا زخمای متعدد داره، بگو نکنی علت بی علامته، همراه با اسهال ممکن است همیشه، میگه نکنی علت علامته.
درمان کرده خوب نشد، نکنه بچهش اصلا نباید پپتیک اولسر بگیره به عنوان بیماری، این بچه گرفت. میگه حالا اینجا شک کردم چیکار کنم؟ میگه سریع بفهم هست یا نیست. شک کردی، میگه گاسترین خون نزد، گاسترین بالا، این علامت. اگه درمان پپتیک اولسر میگه یا درمانش نیست یا ناقص. چیه؟ زولنجرسونه، یه جایی داره تومور، اسید ترشح میکنی نداره، اونو بردار. وگرنه هر چی زخم ایجاد میشه درمان میکنی، اولا درمان نمیشه، دوما درمان بشه باز ایجاد میشه. پس اینجا عاقلانه نیست. اینجا تو کوچیک شدی، هدر دادی، هزینه رو کم کردی. ژنیکوماستی همیشه علامت در بد ببرون. کی بیماری میشه؟ مثل پپتیک اولسر. کی بیماری میشه؟ وقتی که شما بفهمی بیماری نیست. پس متوجه شدی چی گفتم؟ نکته بسیار مهم. اگر بیماری باشه چیه؟ پس همیشه اول علامت فرض. اما ژنیکوماستی واقعا بعضی وقتا بیماریه، بعضی وقتا علامت. ژنیکوماستی بعضی وقتا علامته، جز اینه، جز این نیست، جز این نیست. تو اگه اینو اینجا قرار بدی بعد برخورد کرد و کوچیک میشه، این اینجا هم قرار بدی بعد برخورد کرد. ژنیکوماستی چیه؟ میتونه بیماری باشه، میتونه علامت باشه. اول کدومو فرض کنه؟ علم چی میگه؟ میگه پپتیک اولسر اگر بود، دقت کنین، اینا بود، تو بگو علامته، شاید. اینجا میگه اصلا هرچی بود نبود کار نشه باش، اول بگو علامته، اول بگو علامته. هر چی رفت دیدی علامت نیست، یعنی یه بیماری دیگری پیدا نمی‌کنی این نسبت بدی به این نشانه اونه، اون وقت بگو که بیماریه. این بیماری دو دسته است، یا سرطان پستانه یا بزرگی فیزیولوژیکه. متوجه شدید؟ یه چیزی خیلی روش ساده علمی دقیق کامل دارم میگم. هر کس میگه بهتر از این بلده، من استقبال میکنم، چون من همیشه دنبال روش‌های ساده هستم. هر کس ساده در صحبت کنه من اصلا غلط‌تر هم باشه قبول میکنم. فقط عقل و علم من اجازه بده، یعنی بگم میتونی اینو قبول کنی، من اینو میذارم کنار. از این ساده‌تر میتونی صغر و کبرا کنی و بفهمی این مسیره. این اصلا من راجع به چیز من نقشم اینه که تو رو تو مسیر قرار بدم. این مسیر درست دارم نشون بدم بهت و تو هم میفهمی این مسیر درسته. بله؟ و من باید مسیر درست رو بهت نشون بدم و بفهمونم این مسیر درسته. تو الان با هر چی فکر میکنی میگی مسیر درست، با هر سوادی باش. تو اصلا دانشجو باشی هیچی نداری میگی من اصلا مسیر درسته. پروفسور ژنیکوماستی باشی میگی مسیر با اینی که همه این مسیر درسته. و منم میخواستم پروفسور میگه همین مسیر رو بگم، نمیدونستم چجوری بگم، تو خوب شد گفتی. من بحث من مسیر، کار من مسیریابیه. اصلا کار من بدونی که مسیر، من نمیخوام با مسیر با تو بیام، من مسیر خودم رو دارم. من بعد دارم میگم این مسیر برو و تو هم بفهم این مسیر درسته. بعضی وقتا میگم تو این مسیر برو، تو میری میگی نکنی این اشتباه کرد. نه، من میخوام بگم مسیر درست اینه و بهت تو آموزش اطمینان بدم این مسیر درست و هیچ هستی این مسیر نقض نمیکنه. حتی شیطان نمیتونه نقض کنه. الان روزه شیطان هم نمیتونه بگی شبه. مگه دیوانه است بگی شبه تو رو نسبت به خودت بی‌اعتماد کنه؟ من دارم اینجور میگم ایمان داشته باش. این مسئله باعث میشه که شما فکر کنید یک مقدار حاشیه هم داره میره. مثلا حاشیه نیست، این متنه، این تنها وظیفه منه. وگرنه جنازه که من نگم علمشو یکی دیگه میگه، هیچ کس نگه کتاب میخونه. ولی مسیر رو باید اینجا بفهمی. تازه مسیر فهمیدی میگی اون کتاب هم داشت مسیر میگفت. بله؟ پس ژنیکوماستی دیدم، یه چیزی پیدا کردم، اینو فهمیدم این ژنیکوماستی بد برخورد کردم بدبخت میشم، خوب برخورد کردم خوشبخت میشم. اینو فهمیدم،
این مسیره. علمه که مریض چیکار کنم و چه دارویی بدم و اینا درمان کنم نیست. من مسیری دارم صحبت میکنم. تو دوست داری راجع مسیر باید صحبت کنیم، نشون بدیم، یا با مسیر با هم بریم؟ میگم من خودم میرم اینا رو، تو مسیرها رو به من نشون بده. بله؟ و باید خودت بری تو مسیر. قرار نیست من مسیر تو بیام، اصلا هیچ قرار نیست. هر کس مسیر خودش میره، ولی باید بدون درست. من مسیر درست تو رو دارم میگم. خب این ژنیکوماستی، اینو فهمیدم. حال چجوری بدبخت و خوشبخت میشم؟ اینه داره میگه. باز میگه باید درست برخورد. درست برخورد کردن چیه؟ اول فکر درست، اول حساب کتاب درست. حساب کتاب چیه؟ ژنیکوماستی هم میتونه علاج بشه هم بیماری. پس جزئی این دسته است. جزئی این دسته قرار ندی. اول ممکن در نهایت جزء یکی از این دسته قرار بگیری. این دسته حتما پناهنده میشه به یکی از اینا، شک نکن. دیدی تاش یا علاج میشه یا بیماری. ولی این اول قرار اینجا باشه، بعدن اینجا، هم اول نیار اینجا. زرنگی نکن. این زرنگی بیهوده، این زرنگی احمقانه است. خب میگه من الان چجوری بگم علامت؟ یعنی میگه اصلا نمیخواد ببینی علامت هست نیست. اول بگو علامته، اول اینه بگو. بعد هر چی میری هیچ کس مسئولیتش قبول نمیکنه. میگه این بی‌صاحبه. ها؟ اگه بی‌صاحب هم نیست بگی بی‌صاحبه. چون صاحبش پیدا نکردی، اندازه کافی گشتی، مثل یه سکه پیدا کردی هر چی جار زده اینا، این پول بی‌صاحبه. اگه صاحبش میتونی پیدا کنی به صاحبش بدی واسش. پول بی‌صاحب بود چیکار کنیم؟ اونم میدونی چیکار کنیم. اینو میگه علامت. بله؟ اگه صاحب داشت، هیچ صاحبی نداشت، میشه بیماری. صاحب پیدا کرد. چه صاحب پیدا میکنه؟ یا فیزیولوژیکه یا پاتولوژیکه که سرطان میکنه. درسته؟ خب حالا با این قانون ما فهمیدیم ژنیکوماستی رو چیکار میکنیم؟ همیشه چی؟ علامت حساب میکنیم. نه اینکه همیشه علامته، همیشه علامت حساب میکنیم. خب میریم دنبالش. خب چجوری؟ فیزیولوژی ژنیکوماستی دو دسته میشه، یا فیزیولوژیک یا پاتولوژیک. این علامت یا فیزیولوژیک یا پاتولوژیک. دیدین دیگه؟ این علامت فیزیولوژیک. نه این علامت آخرش میشه چی؟ بیماری. بیماری فیزیولوژیک داریم، یعنی انتظار داریم. طبیعی نیست، بیماری هست ولی فیزیولوژیک. منظور داری شده؟ خب اگر چجوری بگیم فیزیولوژیکه یا پاتولوژیک؟ اینجا میشه چی؟ فیزیولوژیک دیگه. درسته؟ فیزیولوژیک. باید بگی پاتولوژیک نیست، یعنی بازم همینه. ها؟ پاتولوژی چجوری بگم پاتولوژی نیست؟ اگه میخواد ببینید پاتولوژی نیست، باید ببینید چه پاتولوژی هایی هستی میگه ژنیکوماستی میده. یعنی علم گذشته، خاطرات همه هستی که شده علم الان، اینا رو بدونی. بعد این خاطره گفتن میشه حاشیه؟ نه. ها؟ این میشه ذکر. ذکر یعنی یا کی ژنیکوماستی دید یک بیماری داشت علامتش بود، کتاب می‌نویسه ایناست. یک میگه تومورهای خارج پستان ممکنه خودشو به صورت ژنیکوماستی نشون بده. شما اون تومور رو نمیبینی، ژنیکوماستی میبینی. یعنی ژنیکوماستی دیدی میگی نکنه کاسه زیر نیم کاسه هست. از ژنیکوماستی نمیترسی. از چی میترسی؟ از اون کاسه زیر نیم کاسه میترسی. تومورای میخواد فیزیولوژیک و پاتولوژیک. پاتولوژیک چجوری میگی پاتولوژیک؟ میگی پاتولوژیک چون نیست. هر چی خواستم ثابت کنم پاتولوژیک، نه دلم میخواست پاتولوژیک ثابت کنم، خواستم این پاتولوژیک هست یا نیست، دیدم نیست، میگم فیزیولوژیکه. پس اول به پاتولوژیک رو رد کنم بعد بگم فیزیولوژیک. پاتولوژیک تایید کردم میگم فیزیولوژیک نیست که. نمیتونه هر دو باشه که. یک باید بدونم چه عللی داره. این من هیچی نگم الان بس تمام شد. چون تو کتاب میخونی همه کتاب میشه علل فیزیولوژیک، علل پاتولوژیک، علل تومورال، علل چی، اینا همه نوشته. این از بحث تمام کنم تمام شد. تو مسیر رو فهمیدی،
من باشم میتونم تو به مقصد میرسی. آقا برو تو تا اونجا میخوام بری. چه من با تو باشم نباشم، حالا یه کمی با تو هست. تومورای کجای خارج پستان میتونه ژنیکوماستی بده؟ تومور ریه، تومور آدرنال، تومور تو شکم، تومور تو کبد، تومور تو تستیس، تومور تو جایی که من نگفتم، کم گفتم. تومور بخون. آقای تو یه تومور نگفت، خیلی بی سواد. آقا ما زنده میدونم تومور جدید دیگه انسان فهمید، اینم میتونه بدون. باشه به منم بگو. و منم بی سوادم، تو اون بازار به من بگو. این تویل نداره دیگه. بله؟ هوای هم دیگه باید داشته باشه. خب من چجوری بفهمم تومور ریه؟ خب میبینم من سرفه میکنی؟ آره. خب سرفه میکنی؟ آره. سیگاری هم سرفه میکنی؟ نه. تو باید بگی ممکنه باشه. پلو درد میکنه، بیضه دست بدی توده داره، تو نفهمیدی؟ نه این توده از کجا بود؟ مثلا نفهمیدم. توده بدون درد داشت. آدم معمولا بیضهش دست نمیزنه، نفهمید. حالا تو این باید شد دست بله؟ چون میدونی اینو معاینه کردی. میدونی تومورا. میگه حالا چرا تومور ریه ژنیکوماستی میده؟ اینو بلد نیستم. میگه آقا بعضی از تومورها هورمون تولید میکنن. هورمون تولید میکنن این پستان بزرگ میشه. هورمون گیرنده‌اش تو پستانه. اگه به یک خانوم مرد یا خانوم هورمون مردان زنانه میده، مردانگیش برجسته میشه. اگه به یه آقای هورمون مرد زنانه بزن، هورمون زنانه کجا اثر میکنه؟ خب تو خانوم کجا اثر میکنه؟ تو آقای معمولی اثر میکنه. هورمون زنانه تو پستان اثر میکنه. خب اینجا پستان داری، هم پستان بزرگ. بله؟ چیزی طبیعی شد. چجوری اثر میکنه؟ چجوری اینو بدون. یاد بگیر ولی یادت بره، شلوغ نکن. بعضی از اینا که یاد گرفتی فقط جد یادگیری خوبه. بعد چجوری من نمیدونم. الان واقعا من نمیدونم چه مکانیسم اینا. من بی سوادم نه. من یاد گرفتم میدونم اینا هست، الان نیاز بهش ندارم. الان اینو باید بدونم. ریه باید معاینه کنم. این کاربردی، علم کاربردی یعنی این. ولی علمی که میخوام رو عالم کنه میگه آقا هورمونا اینجوری ممکنه اون هست. من وقتی ایمان آوردم دلیل ایمان آوردنمو میذارم کنار. حالا اگه بدونم چه بهتر. یادم رفت ولی میدونم این واقعیت. اینو باید بفهم. تومورهای کجا؟ تومورها خارجی پستان. بیماری‌های خوشخیم تومور نه. ممکنه با ژنیکوماستی بده. مثلا من سیروز داره. ممکنه ژنیکوماستی. سیروز چرا ژنیکوماستی میده؟ من اصلا نمیدونم. نمیدونم مریض ببینم. ولی بیماری کبد داره نداره میفهمم. شرار از کبد میگم، شرار از ریه میگم، شرار از ریه. زرد شده، زرد نشده، درد نداره، سابقه بیماری کبد داشته نداشتی، مثلا آسید داره، کبدش دبلغونه، اونش خب کبدش ژنیکوماستی خب این به خاطر اینه دیگه. هیچ علت دیگه بدونه. بس این ساده است. ولی خب جدیه. تومور تشخیص دادن جدیه، مهمه. ولی کار من زده. آقا میگم آقا من خیلی سختی میشم. من در طول عمرم سختی نکشیدم. نمیگه تو خیلی، همه من میگن تو خیلی، من از سختی نکشیدم. والله بالله و پیر به من که سختی نمیدم. یعنی اگه همه اصلی بگید تو سختی کردیم، من میگم از نظر لطف شما ما اصلا سختی نکشیدیم. این از دلسوزی میگه سختی. مثل مادری بچهش میگه بچه من لاغر شده، چوقه مشکل نداره غذا میخوره، نه این غذا کم میخوره. هستی مادرانه با ما برخورد. والله بالله بشین فکر کن کجا سختی کشیدیم. انزوای چی سختی کشیدیم؟ ها؟ اصلا من که احساس سختی نکردم. یعنی از وقتی که خودم فهمیدم سختی رو نفهمیدم. و همه میان تو سختی بگن من نفهمیدم. نفهمیم دیگه. همین نفهمی خوبه. و من اینقدر نفهمم که سختی نفهمم خیلی به نفع منه. پس من تو همین نفهمی بمونم. تو میخوای الا بالله ثابت کنی من سختی میکشم؟ در سختی میکشم، من که سختی نمیکشم. بله؟ فقط میتونی بگی نه راحتی راحت‌تر بشو. این استقبال میکنم. بله؟ این استقبال میکنم. میدونم تو حرف راست رو داره میزنی. به من میگی تو سختی میکشی، میگم تو اصلا از سختی مثلا نمیفهمی. حالا میگی راحت‌تر بشو، میگم تو اصلا سختی نمیفهمی. شاید من اصلا بذاری در سر. ولی میگی تو راحتی، نمیخوام راحت‌تر بشی. آره میخوام. چیکار کنم؟ اینو بیا. اینو قبول نه. من دنبال راحتی ام و پیدا هم کردم و همیشه هم با منه. چون میخوام راحتی رو. از من راحتی رو میخوام، دنبال راحتی میشه. تو میگی نه. فقط من میتونی یک جوری از اینی که هستم عوض کنی. بگی من میخوام تو راحت‌تر باشی. میگم راست میگی، استقبال میکنم. هیچ راهی نمیدونی از این مسیری که من میرم من عوض کنه. امکان نداره.
چون اراده منم میتونه غالب باشه بر هستی. ولی و هستی هم به من کمک میکنه. نقشش کمک. اراده من هیچ کس تاثیر نداره جز خودم. او که جدا هیچ. او هم که اراده کرد که من هرچی میخوام همونه. پس با منه، همه چی با من. بیماری خوشیم کجا؟ کبد. بیماری خوشیم من نمیدونم. الان اصلا من یادم رفت. تو میری کتاب باز میکنی لیست کردن دیگه اینا خوشبختانه لیست کرد، کتاب لیست کرد، افتخار میکنه خوب شد اینا، ساده شد واسه من. دیگه نمیترسی از جنین است. بعد بیماری خوشی با سه چی؟ حالا اینجا داریم مهمه داریم میگیم. خود تومور پستان هم میتونه باشه. تو سن بالا حالا شیرخوار جنی که ما دیدن تومور گرفت بیچاره خیلی بدشانسه. انقدر آدم مثلا خداوند ظلم نکرد که مثلا شیرخوار به دنیا آمد همون اول برای سرطان بره. جوونا هم نمیشه. پس سن بالا اگه ما جنی کنیم بشه جنی واسطی به دید سرطان میگردیم. نکنه پاتولوژیک باشه سرطان. بله؟ پس چجوری شک کنم؟ یه توده داره. جنین واسطه ژنرالیزه بزرگ میشه. اما یه توده داره یا مست داره سفته با جای دیگه فرق میکنه. میگیم نکنه. حالا که شک کردی مثلا چیکار میکنیم؟ شک کردی به سیروس چیکار میکنیم؟ شک کردی به تومور بیزی چیکار میکنیم؟ اون میشه تو شک اونا. مثل پستان برو سونوگرافی، بعد وقتی میگم سونوگرافی همین شک به سرطان تو خانم‌ها چیکار کردیم؟ گفتیم تو جلسه اونم هم میکنیم. بررسی کردیم نه توده ندیدیم فقط پستان هایپرتروفی شده، هایپوپلازی شده، حالا هایپرتروفی شده، هایپرتروفی من نمیخوام. از هایپرتروفی چی هایپرتروفی چی من نمیدونم. ولی خب این سونوگرافی توده است یا توده نیست. اگه توده بود چیکار کنم؟ شک کردیم بیوپسی میکنیم این سرطان اصلی نیست. من دارم عکسش بدون شما. آقای سرطان داشت. با ژنگوسی هم. با بیوپسی و سونوگرافی همه‌شون تایید. اگه باشه میفهمم. همونجوری که اونا میفهمن. بله؟ تازه پستان آقایون کوچیک بزرگ شده تازه میشه کوچکترین پستان خانوما. ما اون که کوچیکی پستان بررسی من راحت تره. بله؟ ما بزرگترین پستان تومور داشت نداشت میفهمیم این که اصلا نمیدونم. این راجع پس بیماری های این و هرچی همه اینا. حالا همه اینا رو شین میم گرفتم. پس اول شین میمه. تو باید اینجا شین میم. اینجا هم اول شین میم. همه جا اول شین میمه. قبل از هر کاری شین میمه. اینجا هم شین میمه. چجوری میفهم پاتولوژی شین میم؟ ها؟ برای هر سوالی تا جدید مطرح شد اول شین میم. شین میم گرفتی همه میگن یا میگن یه ارگان مشکوک یا میگن یه ارگان مشکوک نیست. غیر از اینه؟ ها؟ مثلا به کبد به ریه اینا مشکوک میشه یا به یه ارگانی به هیچ ارگان مشکوک نمیشه. یه چیزی دیگه هم داروه. مثلا شایعه هست الان دارو میره بدنسازی باشگاه‌های بدنسازی دارو از ولش قبل این جنگواسی پیدا میکنه. 80-90 درصد جنگواسی الان مراجعه میکنن اینا هستن. کم در اینا. یا اصلا داروی میخوره غیر درماسی مثلا همین سایمیتیدی آنتی بیوتیک انواع اقسامی که نخوره اینا میگن جنگواسی بدن تو این نفر. بفهم اگه اونا هست بگی علتشونه. حالا اون دارو ضروری جنگواسی قبول میکنه اون دارو ضروری نیست تغییر میدی. بهر این است. حالا برام هر نقطه چینی دیگری که پیدا نکردی یا به یه ارگان مشکوک میشی یا هیچ ارگان مشکوک. اگه به یه ارگان مشکوک شدی اون ارگان رو فول بررسی میکنی. اگه مشکوک شدی به یه ارگان اون ارگان رو فول بررسی میکنی. مثلا به ریه بررسی شدی چی یه عکس سینه میگیری. بعد شک کردی یه سیتی میکنی. کبد بررسی شدی آزمایش میبرسی سونو میبرسی سیتی میکنی. بیزه بررسی سونوگرافی میکنی. اگه مشکوک شدی بیوپسی میکنی. بررسی میکنی اون بررسی اون رو موضوع دیگه. بله؟ یا به چیزی بعدی میرسی علت جنگواسی باشه یا چیز خوب میذاری یا نیست. بعد تمام. اگه به هیچ ارگان بررسی نشدی حتما حداقل بررسی رو بکن. به خصوص در سن بالا. حالا سن متوسط هم این کار کردی شیرخوار معاف از اینه. فیزیولوژیک معاف ممکنه باشه. فیزیولوژیک هم اگه میخواد بگی باید این بررسی بشه بگی فیزیولوژیکه. این بررسی یه چست ایکس ری بگی. یه سونوگرافی آزمایش کبد بررسی کن. یه سونوگرافی بیضه هم بفرست. تو جای اولا بیضه هم تومور شایع است. درسته؟ پس یه سونوگرافی شکم و لگن یه عکس اینا. اگر اینم بود علاوه بر اون ارگان بررسی میکنی اینا رو هم همزمان بفرست. مجموع این
میگی هیچی نیست، من فقط جنگ واسطه دیدم، یا میگی چیزی هست، این میشه جنگ واسطه میشه علامت. حالا توی این مسیر فهمیدی سرطان، تومور بیضه است، هرچی هست، دارو هست، فهمیدی. اگه هیچی نبود میشه فیزیولوژی، میاد این فیزیولوژی میشه فیزیولوژی. ها یعنی خودتو کشتی ثابت کنی. دلت نمیخواست که یه چیزی ممکنه باشه، دیده نیست، خودی تمام. هیچ علمی که ول کن، اگه چیزی هم باشه ول کن. اشتباه کردی مسئولش با من. جایی که علم اشتباه من قبول کنم، من مشتاقم انجام بده، چون اصلا حال میکنم با اشتباه. مجوزش ندارم. علم، من فکر میکنم علم داره اشتباه میکنه، عاشق این کار است. بله؟ چه آدم دوست داره اشتباه کنه دیگه. مجوزش هم که اشتباه کن. چرا خودت سختی میدی؟ آدم دوست داره بی‌تربیت هم باشه، درسته؟ مجوز دارن بی‌تربیت باشه، تو آموزش بی‌تربیت باشه. نفهم؟ حالا موقع دلت میخواست به همه بگی نفهم، نل عقده‌ای شدی نگیدم. داشته بگی نفهم. یا میخنده، درسته؟ تحملشی داره. علم اشتباه، علم میگه اینجا. پس بنابراین خوبه این. ما همه از تربیت و بی‌تربیتی باید استفاده کنیم. یعنی از همه چی باید استفاده کنیم. یعنی اصلا معنی رو ما میدیم، تربیت و بی‌تربیت. ما این تحمل ما اینا باعث میشه کلمات ما چی باشه و ما باید به جا سخن بگیم با کی طرفیم. حالا فیزیولوژیک بود، این فیزیولوژیک در طول تاریخ در 3 تا سن دیده شده. یک، سن شیرخوری، بچه به دنیا میاد پستانش بزرگه، همه بچه رو میگن چشم ابروش قشنگ، پستانش چقدر بزرگه. قبل از اینکه بگه چشم ابروش به بابان رفته پدر، پستانش به کی رفته؟ خیلی بزرگه. یعنی سخته. که گاهی وقتا با شیر همراهه و مادر بزرگا اگه دیدن پستان بزرگ شیر میاد میگن بدوش بدوش. چرا میگن بدوش؟ میگن شیر باعث شده این بزرگ باشه، شیر تخلیه کن، مثل اینکه باد کنه، اگه بادش خالی کن اینا. و این دستور مام بزرگ که از سر دلسوزی هست، ممکنه این باعث بشه تحریک بشه هورمون‌های زنانگی این پسر و منشأ ژنیکوماستی بلوغ بشه. و بعدا اینو به این معنی آقا اینو ولش کن، این شیر طبیعیه، نگران نباش، طبیعیه، چون از مادر آمد، از مادرم یه چیزایی گرفت آمد، چون پستان مادر بزرگه اینم بزرگه، چون از شکم مادر بیایی نمیتونی بو و هوا و حواس مادر نداشته باشی. چون هورمون اونجا این اختلاف. این فیزیولوژیک به هم خوردن تعادل هورمون مردان و زنان است، چون مردا و زنان همه هورمون دارن. این هورمون که به هم میخوره ژنیکوماستی ایجاد میشه تو هر 3 تا سن و این تو تاثیر مادر بود. این طبیعیه، نگران نباش. این حق داره نگران باشه. میاد پیش من از این نگرانی در بیاد و چون به من ایمان داره تسلیمه و علمم به من میگه اینا نگران نباش، جای نگرانی برام نگران. اول من نگران نشدم بعد اون. درسته؟ خب پس این یک فیزیولوژی. درمانش چیه؟ هیچ. اطمینان دادن و نگران نباش و اطمینان خوبه دیگه. تمام. سن دیگه بلوغه. حالا بلوغ یکی زودرسه یکی دیررسه کار نداری. از سن معمولا 10 سالگی تا 20-25 سالگی ژنیکوماستی دوران بلوغ خوش نشون میده. حالا اگه نشون داد ممکنه هم اندازه بمونه، ممکنه بزرگتر باشه، ممکنه پس رفتش بعیده. اینجا میای اول یه بررسی میکنی، یه شرح، یه معاینه، یه چیزی، هیچی ندیدی گفتی فیزیولوژی ده. اما اول نمیگه جوون بلوغ، حداقل باید این حداقل کار رو انجام بدی. گاهی وقتا خیلی بچه شیمی هیچ مسئله نداره، ممکنه این بررسی های روتینی که گفتیم و یکیش حذف کنی یا شدتش کمتر کنی، اینا اشکال نداره. حالا یه کتاب گفت حتما این انجام بگیر، علمی نیست، اون علمیه، این حرف جدید میزنی، این همه مزخرفاته. مچور باشین، بالغ بشین، نقطه‌ای نباشین. اون که کتاب میگه میفهمی میدونی، اشکال نداره. علم خدا، این علمی که انقدر یادگیریش ساده نیست که بگه اینه من همینه بگم شدم عالم. نه، یه فهمه، یه جمله نیست که تو تکرار کنی، از یه جمله بخونی، کپی کنی، عمل کنی. من ممکنه یه جمله کتاب رو بخونم، عمل کنم، در من عالمم. نه، عالم اینو تایید میکنه. تو عالمی نه، معلوم نیست. تو من ممکن نفهم باشم در این کار میکنم. ما دانشگاه میخوام آدم فهمیده درست کنیم. این عالم، این حوصله میخواد دکتر. این با یه کلمه دو کلمه نیست. این حاشیه داره. بله؟
یه جمله بخونی بگی این علم بشه که این که هر خری میدونه علمی بشه، هر ضبطی میدونه علمی بشه. اینقدر من میگم عالم شدن ساده است، اینقدر ساده هم نیست ولی اینقدر ساده است. بله اینقدر ساده است، نه اینقدر تو میگی. ساده تر از اون چیزی که تو میگی هست. تو میگی ساده است، من میگم ساده تر از اون، یعنی اینقدر ساده نه اونقدر ساده. بله بلوغ اگه بررسی کردی چیزی پیدا نکردی بهش اطمینان میده، نگران نباشه. اختلال هورمونی طبیعیه که بعضی وقتا تو بعضی جا یه پیکی میزنه، طبیعیه، نگران نباشه. اگه میگه من درد دارم یه مسکن میده. اون شیرخوار نوزاد که نمیگه من درد دارم، اون اصلا مسکن نمیخواد. شیرخواری که پستاش بزرگه خودش شاکر نیست، ما بهش میگیم مسکن بده؟ نه شاو درد داره. کسی که درد داره نمیگه مسکن نخواد. بله مگه خدا نیست نمیگه نه این درد داره با تقوا نمیگه. خب شیرخوار چرا تقوایی داره بده برای نمیشه. پس بلوغ اگر میخوای مسکن بده. نه من مشکل اجتماعی پیدا کردم، استخ میرم میگه این پستانش چجوری اینجوری. اگه مشتری با نصیحت وصیت صحبت آروم نمیشه، اون وقت از نظر لگال، از نظر اجتماعی ممکنه یه عملی بکنیم پستانش کوچیک بشه. سعی نکنید زود پیشنهاد این بدیم، مردم رو تشویق کنیم به این، بگیم نه اینجا نگاسی عمل کن ممکنه چیزی بعدی بشه. اینا غیر علمیه، یعنی شیطانی هستن یا جاهلانه است. بله پس بنابراین همین زیبایی، عمل زیبایی هیچ دلیل نداره. حالا زیبایی خود اون مریض طرف میخواد نمیخواد، نه چی شد مردم دنبال زیبایی هن، همه اون یه بحث دیگه، همه دنبال بینی هن و گوش هن. اون بعد آیا حق نیست؟ پس اون یه بحث دیگریه. ما اندرون رجوع جمعه که خوبه بعد چیکار نکنیم، ما باید این کار مردم این کار قبول کردن نکردن پیشنهاد دیگه دادن بررسی بود، اون بحث دیگری. یا سن بالاه، سن بالا باز اینجا چرا ایجاد میشه؟ باز اختلال هورمونی، یعنی تعادل هورمونی به هم میخوره. اینجا هورمون مردا بزرگتر میشه، این تعادل هورمون زنان و مردا به هم میخوره. حالا سن بالا بیشتر چی؟ باز هورمون مردانه میاد پایین، بعد نتیجه نگاستیه. ولی خب ما سرطان پستان رو رد کردیم. چجوری؟ با این مسیری که آمدیم. بعد اونجا هم چیه؟ معمولا یک طرفه است. بلوغ بیشتر دو طرفه است. اینجا ممکن یک طرفه دو طرفه هر چی باشه. در اینا سن بالا بیشتر وسواس خرج دادیم تو امور نباشه. اونجا کمتر شیرخوار، اصلا وسواس خرج ندادیم. همه شیمیم کافی بود، شیمیم نصف نیمه. بلوغ شیمیم کامل بگیریم کافیه. گاهی وقتا یه بررسیایی، این همه بررسی‌ها رو باید انجام بده. حتی اگه هیچ مشکل نیستیم بررسی حداقل باید فول انجام بدیم. بعد فهمیدیم فیزیولوژیکه، اینم باز درمانش زیبایی. یعنی درد داره مسکن. کدوم مسکن؟ یعنی بروفن، استامینوفن. من اینو بخورم درد خوب بخور. خب چطور بروفن اینو کم میکنه؟ بیام تحقیقاتی بگیم آقا تو درمانی چه ربط داره بروفن در راجع به گینکوماسی اثری داره یا نداره؟ بعد اینو مقاله کنی بعد بشه استاد. خب چه استاد شدنیه؟ من نمیفهمم. اثر داره نداره به تو ربطی نداره اصلا. تو چجوری موقع تحقیق کنی؟ 100 نفر رو بروفن میدیم، خوب شدی؟ آره. تو خوب شدی؟ نه. اصلا داره چون اونا ندادیم نداشته علیکی. طی تحقیقاتی که آقای دکتر قلیزاده پاشا انجام داد، دید اثر بروفن و استامینوفن در دندون درد یکیه. چیکار کردم؟ 10 نفر رو مسکن دادم استامینوفن، 10 نفر رو بروفن. بعد سوال کردم، همه گفتم ما خوب نشدیم، همه گفتم خوب شدیم. بعد بنابراین نتیجه میگیریم اینا یکیه. خب این چه تحقیق شأن تو هست چنین دقیقی؟ بله باور کنید خیلی از تحقیقاتی که من دانشیار و استاد شدم بیسش از نظر استحکام اینی که میگم دانشگاه سرطان داره و سپتیسیمی داره. خب چیکار کنم؟ نشو این تحقیقات ول کن. منه به همین سادگی. حالا سپتیسیمی سرطان در یک موجود زنده دارو باید بدی، عمل کنی، بیاری آی سی او بیازاری، اون بذاری خوب بشه یا خوب نشه که معمولا میمیره، هر دو با هم داشته باشه. ولی تو دانشگاه درمانش اصلا نمیتونی درمان نکنی، حتما باید تلاش کنی درمان کنی. اگه همه دنیا میگن درمان نکنی، تو باید تنهایی بگی باید درمان بشه. چرا؟ چون به سادگی قابل درمانه و نتیجهش فوق العاده مهمه.
در این حال که وضع خیلی خرابه، بیشتر از خرابی امیدواری است و این مهمه. اگه من بیام بگم فرد وضع خرابه، حق ندارم بگم درمانی بشنم، بذار وضع خرابتر نکنم. چیزی خرابتر میشه؟ بگم وضع خیلی خرابه، امکان نداره درست بشه. یکی از حق نداره چیزی صحبت بکنه. زمانی تو عالم میتونه حرف بزنی، ناله نکن. عالم ناله میکنه، راه حل بشه. عالم میاد دردو میگه، دردی که مردم میفهمن، همه میفهمن دانشگاه خرابه، معلوم مشکل داره. یکی نیاز به عالم نداری که تو بی درمان پیشنهاد بده. یا اگه یه دردی مردم نفهمیدن تو فهمیدی، بفهمون آقای چه این درد داریم، بفهمین درمانش اینه. تا درمان نداری یه در نده، اون وقت میشه ترسی که مردم رو نابود میکنه. شما میخوان یه راه رو ببندی، حتما با راه درستی و متنوعی رو چیکار کنی؟ راه درست متنوعی رو احیا کنی یا بسازی. بعد اون راه رو بگی نرن، اگه میرن کم کم ببندی. متوجه شدی؟ این یعنی یادگیری، این یعنی استحکام، این یعنی پایداری، این یعنی شادی، این یعنی غم به هیچ وجه نمیتونه در این جامعه نفوذ پیدا کنه. به هیچ وجه نمیشه جامعه بدتر بشه. اصلا احساس نمیتونی بگی جامعه بدتر بشه، چه برسه بدتر بشه. خیلی مهمه، قبول داری نداری؟ ها؟ علم بخوان، اینقدر علم بخوان. حالا میگه حالا که به سادگی خطر این مسئله چیه؟ به سادگی که یاد میگیری فکر میکنی که واقعا در شأن من نیست، من باید یه چیزی یاد بگیرم هیچ کسی یاد نگیره. این خطای توه، خطای انسانیه. چون من میدونم شما قبل از اینکه بگی من این مشکل میدونم، چون دختر من همین کلاس شما بود، بعد گوش میکرد و رفت خونم که میرفتم. بعد از یه مدت من گفت بابا گفت خواهش ازت دارم. گفتم چیه؟ گفت که این مطلب اینقدر ساده نکن. این وقت ساده میکنی این دانشجو فکر کنی مهم نیست، اینا مسئله نیست، بریم یه جایی که حرف مهم میزنن. یه کمی اینو پیچیده کن که اینا مثلا یه کمی تو فکر فرو برن، یه کمی بگن سخته، بعد منم سختی یاد گرفتم. این ساده میکنی، بعد این بره به بابا مامانش بگم روش نمیشه من یه چیزی یاد گرفتم. چی یاد گرفتی؟ همینا. این اهمیت نمیدن. این احساس درسته، منم قبل از اون فهمیدم و میدونم هست. بعد بهش گفتم آقا من نمیدونم، تو من بگی دین اینی میگه اینجوری نگو، بگو دین اینی میگه. من نمیدونم دینی تغییر بدم. من چیکارم دیدم؟ من چیکارم علم تغییر بدم؟ علم یعنی سادگی. هر کسی که حرفی سختی میزنه من سخت میفهمم غیر علمیه. اگه علمی باشه واسه من غیر علمیه. پس من دارم روش غیر علمی صحبت میکنم. یعنی من یه چیزی میگم که تو سخت میفهمی. وقتی سخت میفهمی نمیفهمی. وقتی سخت میفهمی غمگین میشی. وقتی سخت میفهمی یاد غذا میفتی. وقتی سخت میفهمی میگه من بخوابم بهتره. وقتی سخت میفهمی میخوابی. نه اینکه خواب نظر تو یاد بگیری. سخت فهمیدن تو رو خواب کرد. عاشق خواب کرد. وقتی به سادگی میفهمی خواب یادت میره. خواب باشی بیدار میشی. گرسنه باشی سیر میشی. ساده بفهمی. مشکلات اینا دکتر جان دنبال حاشیه نباشه. اصلا من رو این قسمت شک ندارم. من شاید ببخشید خدایا ما رو ببخش، میدونم ما رو میبخشی، به خاطر خودم دارم اینو میگم، چون به خاطر خودم میگم تو هم میدونی ما تو رو قبول داریم. قبول که من از کی هم تو قبول داشته باشم؟ اصلا میگم ما خدا تو رو قبول داریم. کی خدا قبول داری نداری؟ در شأنمون نیست. حالا داریم میگم خدا ببخش، باز همه حرفای ما در برابر اون نفهمی، ازش شک نکن. ولی باید بگیم اون دوست داره این حرفای نفهمی، بچه حرف میزنه خوشش میاد، اینم در این حده. بازم اینم این مقایسه هم غلطه. همه مقایسه غلطه. و بعد مجبوریم با مقایسه غلط بگیم دیگه، چون میخوام همدیگه رو صحبت کنیم، نمیخوام با اون صحبت کنیم دیگه. بله چی خواستم بگم؟ خدا یه چیز بگم. چی خواستم بگم؟ که خبری خودتون بود. آره نمی چی خواستم؟ نه من یه چیزی خواستم نگفتی که ما نه موضوع چی بود؟ بخواستم بگم موضوع رو بگم من میگم. سخت و ساده بود که گفتیم که نیاز نیست سخت بگیم. دینی نمیگه، من نباید این چیزی که نیست رو بگم.
اصلا واقعا یادم این آدم چقدر فراموشگاره. من یه دقیقه پیش تا یادم من از شکم مادر قبل از اون جای دیگه آمدم چه چیزا رو فراموش کردم. الان میگم اصلا من نخواستم بیام دنیا، اینقدر فراموش کردم و به این نخواستم بیام دنیا شک کردم و بعضی وقت ایمان دارم من نخواستم اصلا. بعد فیلمش نشون میدن می التماس کردی، نه تنها خواستی التماس کردی. خب من یادم رفت آقا یادم دیگه نه دیگه تمام. خب این بحث ژنیکوماستی داستانش اینه واقعا. برای این بعد یه مریض میاد دانشگاه سرطان داره، این ژنیکوماستی آمد بعد سرطان تشخیص داده، چه کار مهمیه ولی به چقدر ساده این کار کردی. یعنی وقتی من خیلی ساده این کار یعنی من این کار نکردم، چقدر ساده چقدر بی هزینه به اسم من تمام شد. مسئله اینه این کار رو هستی کرد. یکی دیگه ژنیکوماستی گرفت، یکی دیگه سرطان گرفت، بعد من آمدم درس خوندم یکی دیگه به من یاد داد، من آمدم اینجا شنیدم کسی دیگری به من اینا رو گفت، همه چی. بعد این آمد من همه اینا رو گفتم، بعد گفتن دکتر قرزه سرطان تشخیص داد. همه هستی میگن دکتر دستت در نکنه. ما چی دستمون در نکنه؟ همه از شما. بعد به اسم من نوشتن، واقعا هم داره سلام میزن به اسم من. و چقدر ما خوشبختیم و چقدر شانس داریم و چقدر خرشانسیم، علاوه بر اینکه اشرف مخلوقات هستیم. قبول دارید دکتر؟ از این حرف، همین حرف غیر واقعی باشه آدم شاد میکنه. تو توهم هم آدم باشه شاد میکنه. این توهم باشه و اینجور توهم باشه. ما تو توهم هستیم که با آسیب میبینیم ولی توهم خوبه به نظر. بعضی میگن توهم بده. اگه این توهم نیست، این توهم واقعیه. حالا اگه توهم هم باشه سود منه. اگه یکی بیاد بگه اینایی که تو میگی بیخوده به اسم بدون نمیشه نشد میگه توهم، من این توهم دوست دارم. تو دوست نداری این توهم؟ دوست نداری خانه؟ پس اصلا دنبالی نیست که این راست یا غلط، اصلا دنبالی نیست که این خدای هست نیست، برش کن. تو بگو هست کارت بکن. تو این توهم هم اگه ما بریم به همین توهم ما رو نجات میده. از کاری نگردیم تو توهم بزنیم. اینقدر باز ما خرشانسیم. یعنی هر جوری فن میزنیم این خرشانس، واقعی باشه خرشانسیم، خیلی واقعی باشه. مهم این هستی خدا ثابت نشه، خرشانسی و اشرف مخلوقات بودن من ثابت شده است. قدر خودتون بدونیم و شاد باشیم. سوال نداریم؟ خدا